اخبار کوتاه، دقیق و مهم روز یک شنبه. ملا عبدالغنی برادر اخوند در مراسم افتتاح دومین نمایشگاه بین‌المللی امام ابو حنیفه رحمه الله خطاب به کشورهای آسیای میانه و جنوبی گفت افغانستان یک مسیر امن برای ترانزیت و کالاهای تجارتی است. وی افزود در کنار ایجاد تسهیلات دیگر برای ترانزیت بازسازی شاهراه‌ها آغاز شده است. نورالدین عزیزی سرپرست وزارت صنعت و تجارت میگوید اکنون در افغانستان جان و مال تاجران سرمایه‌گذاران مسئول است و هیچ کسی نمیتواند به آنها ضرر برساند. رئیس عمومی اداره امور در مراسم افتتاح نمایشگاه بین‌المللی امام ابو حنیفه رحمه الله گفت این وجیبه امت اسلامی است که بی‌خبر نمانند و ارزش‌های خود را حفظ کنند. بر رهبری معاون ریاست اول سیاسی وزارت امور خارجه یک هیئت به اندونزیا سفر نمود و در آنجا با سفرای سریلانکا، بنگلادش و سنگاپور در مورد بعضی مسائل سیاسی و اقتصادی بحث و گفتگو کرد. قماندانی امنیه کابل میگوید پلیس حوزه سوم شهر کابل یک تن را به اتهام جعل بازداشت کرد. شخصی که مهر چندین اداره را به گونه جعلی ساخته و از آن برای انجام کارهای جعلی استفاده میکرد، پس از اطلاع به نیروهای امنیتی با 1 میل تفنگچه، 1 میل کلاشینکوف و برخی اسناد جعلی دست به دست دستگیر شد. شاروالی کابل میگوید در گذر 37م ناحیه پنجم کار کانکریت ریزی سرک‌های فرعی ادامه دارد. رئیس عمومی اداره ملی خط آهن در راس یک هیئت به پاکستان سفر کرد. اداره ملی خط آهن میگوید در این سفر قرار است آقای شرافت در نشست 3 جانبه میان افغانستان، پاکستان و ازبکستان در مورد آغاز مطالعات تکنیکی پروژه خط آهن افغان ترانس اشتراک کند.